سلام، بنده عزیز مصر هستم. به شماها گندم رسیده یا خیر؟ نه وایسا دیالوگای بقیه چی؟ بذار بای بای کنم با همه. نه دیالوگای بقیه رو بگم. بقیه دیالوگ نداشتن. عزیز مصر آمده، احترام بگذارید. وای انقدر دارم خجالت میکشم چشام داره دوندون میبینه. به شما گندم رسیده عزیز مصر آمده. به به. چرا وای میستی؟ برو اون ایستاده و آقا شما یوزارسیف باش. شما یوزارسیف باش. من میخوام یوزارسیف ایولی باشم. نه تو یوزارسیف باید باشی. تو چرا وای میستی؟ خیلی نامردی. بچه‌ها ما یه دور دیگه باید بریم از توش در بابا نه دیگه، ببین خیلی بد بود. همه داشتن نگاه من می‌کردن. روم نشد پاشم. میخوای پیاده شی؟ واکنشش اینجوری بود که خدا ببین. نمیخوای پیاده شی؟ چی؟ نه دیگه من اونو انجام دادم. نه هنوز. دور سختش مونده. ببین بری جلو وایسی من میدونم و تو. چه خبره؟ چیه خلوته جرأت پیدا کردی؟ خلوته. بیا بریم جلو دانشگاه بگو ما. آقا هرچی نکنه. هر کی نکنه میگی یا میگم باش. من بگو. زمان چالش نهاییه. بچه‌ها وارد جای شلوغ شدیم. بفرمایید. خواهشن شما بی‌آبرویی نکنید. قبوله. خیلی مگه. من میتونم دیالوگامو آروم بگم. نه باید بلند بگی. عزیز مصر اوکی، تو یارو. آروم بگو حله. بریم. همینطور. ای وای حجم آدم‌های اونجا رو بگیر. خیلی خوب. بریم. نه داد نزنینا. نه بابا تو باید به قشنگ وایس دستتو بیار بالا. عزیز مصر تعظیم کنی. عزیز مصر آمده. به پا خیزی. عزیز مصر آمده. سرورتان آمده. تعظیم کنید. عزیز مصر آمده. وای باز حسین رفت جلوتر ایستاد که ما حرکت آقا نکنیم. عزیز مصر با شما. بذار میخوام تموم بچه نگاه همه دارن. بکوشید که از این پس ما 7 سال نعمت و فراوانی خواهیم داشت تعظیم و پس از آن 7 سال فقر و بدبختی خواهیم داشت. حسین برو دهنتو و در این 7 سال بکوشید و ذخیره کنید آقا لطفا بی توجه کنید، دیوونه است. و در آن 7 سال قحطی بخورید و بیاشامید، به بقیه هم بدهید. تعظیم کنید. Shut the fuck up! سرورتان آمده.